نمرده، به خدا نمرده. پس چرا مادرتون گفت همچین غلطی کرده؟ جسدشو کجا انداخته؟ کجا قایم کرده ها؟ خانم محترم، بهتر نیست جلوی بچه‌ها اینطوری صحبت نکنی؟ پلیس هیچ مدرکی برای ثابت کردن مرگ برادرتون نداره. راست میگی؟ کمال زنده است؟ آره، یعنی باید همینطور باشه. میشه یکم آروم باشین؟ بذارین امشب بگذره. من ایلولو میبرم پرورشگاه. شما فقط اگه میشه از بچه مراقبت کنین، یه مدت پیش شما بمونه. من باید از بچه‌های قاتل برادرم نگهداری کنم؟ فقط بچه رو میبرم. وسیله‌های متین کجاست؟ بالا تو اتاق خواب. پس من چی؟ تو با ما میای بشرا. بیا. الو مامان، کجایی؟ چرا لباس نازک پوشیدی؟ سرما میخوری. مامان کجایی؟ کجایی؟ مامان، مامان. ببخشید. ساغر اون من نیستم. ببخشید، معذرت میخوام. خب مامان کجایی؟ خواهش میکنم عجله نکن. بشیر رو نیمکت تا بهتر بتونم ببینمت. مامان الان منو میبینی؟ آره. شبیهت هستم؟ خیلی زیاد. کمالو کشتی؟ تو رو از شرش خلاص کردم. مامان، مادر ایلول گفته که کمالو کشته، انداختنش زندان تا به هیچ وجه خودتو نشون نده باشه. مامان تو رو خدا بذار برای یه بارم شده ببینمت، حداقل برام یه دست تکون بده. نمیتونم دخترم. برای چی؟ چرا منو شکنجه میکنین؟ چرا خودتو از من پنهان میکنین؟ چرا؟ بس دیگه. اگه الان نیایی بیرون دیگه هیچ وقت باهات صحبت نمیکنم. تو رو خدا مامان التماست میکنم. مامان اونجایی؟ آره دخترم. مامان تو رو خدا بیا پیشم، خواهش میکنم، التماس میکنم. نمیتونم دخترم. خیلی خوب نیا، نمیخوامه، دوست ندارم. بیا موبایلتم بگیر مال خودت. برو گم شو. دیگه نمیخوامه، خیلی نامردی. مامانمونو کشته خواهری.
نظرت چیه برگردیم به روز اول و همه چی از صفر شروع کنیم؟ آبجی، مامانم تا ابد تو زندان میمونه. ما دیگه اینجا میمونیم. ببین بشرا، مامان عمو کمالو دوست داشت مگه نه؟ آره. پس چرا باید اونو بکشه؟ مامان آزاد میشه، تا نگران نباش. متین چی؟ همه بگم اونو بهمون میده. البته که میده. تو چی؟ تو برمیگردی خونه؟ آره، منم برمیگردم. نگران نباش. ساغر چیه؟ کجا غیبت زد؟ یکم قدم زدم. بابا این بچه گناه داره به خدا. از صبح هیچی نخورده. یه سره داره گریه میکنه. والا منم دلم براش کباب شد. خب پاشین بریم سر بشرا رو گرم کنیم. یعنی چی؟ ساغر پاشو دیگه. حوصله ندارم. مارال پاشو. من حوصله بچه داری ندارم. بابا 2 دقیقه این آدمیزاد رفتار کنیم. اون هنوز خیلی بچه است، به خدا گناه داره. پاشین دیگه. بیاین دیگه. واقعا احتیاج دارم با یکی حرف بزنم. میگم میشه حالا از صفر شروع نکنیم و برگردیم به روزایی که با هم درد و دل میکردیم؟ من امروز روز خیلی بدی داشتم. بیا تو. دختر آماده این؟ بچه ها عزیزان من، براتون یه نمایش عالی ترتیب دادیم. بشینین اینجا. الان شروع میکنیم. شما هم بیاین اینجا با فاصله.